این آقا رو احتمالا همتون میشناسین. آیفر یکی که نه بزرگترین استریمر یوتیوبر کال آف دیوتی موبایل که تو تورنمنتاش گفته که این آقا یعنی ابوالبز که ایرانیه یکی از بهترین پلیرهای جهان در حال حاضره به همراه تیمش. حالا تو این گیم پلی که براتون گذاشتم ابوالبز و 3 نفر از دوستاش تو این روم حضور دارن. یه روم جایزه داره، چند تا کلن دیگه هم هستن و ما 4 تا گوشی پلیر جلوی اونا قراره تو این مچ بازی کنیم. سلام عشقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به چنل خودتون. من مانیریش هستم و اومدم با یه گیم پلی ناو دیگه. این بار نه اوپن لابیه نه تورنمنته، یه روم جایزه دار خفنه که جایزه شروع فکر کنم 800 تومن بود کلن به تاپ کیلر و تیم وینر میرسید که حالا تا آخر گیم پلی ببینید چی شده. البته هر رو تامنیل معلومه فکر کنم چی شده که همونطوری که اول ویدیو گفتم ابوالبز و تیمش هستن. هادیکن و اینا نیستن، بلکه حالا یه چند نفر دیگه هستن، کسایی که بشناسنش میدونن کیان. و گیم پلی یه خورده قدیمیه چون که من گیم پلی قدیمی من یعنی گیم پلی قبلی چنلم قدیمی بود، به خاطر اینکه بچه‌ها من تقریبا یه هفته از گیم پاک کردم بازی و گیم پلی هایی که میذارم اکثرشون بخاطر برای قبلن تا حالا دوباره شرایط اوکی شو اگه گیم نصب کردم دوباره گیم پلی میگیرم و به فعالیتم ادامه میدم. اگه نه که دیگه تقریبا جایزه داره آخر منه تو یوتیوب. حالا امیدوارم که از این گیم پلی خوشتون بیاد. گیم پلی خیلی خفنیه، پر مغز بازی و با خود ابوالبز متاسفانه فایتی نداشتم توی این روم، اما همتیمیاشو زدم و گیم پلی برای زمانیه که کسایی که حالا میخوام بدونن که برای کیه و تو این کارا قشنگ واردن، برای زمانیه که ابوالبز تازه طور فرگ و وین زده بود با تیمش و داخل کلن RZN بود اون موقع، کلن اروپایی. حالا کسایی که دیگه استریماش بوده باشن قدیم میدونن که تو این کلنه بود 30 تا کیل قشنگ. خلاصه گیم پلی خیلی خفنیه، پر کیل، تقریبا فکر کنم 81 جمعا زدیم، تاپ کیلر هم خودمون شدیم و آره دیگه در کل امیدوارم که خوشتون بیاد. توی ویدیوهای قبلی چنلم کلی آموزش براتون گذاشتم، آموزش شرکت تو تورنمنت، آموزش اینکه چطوری بتونین تو بازیتون یه پیشرفت گنده به دست بیارین و هر رومی میرین بتر کنین. خلاصه که عشقین، بوست بهتون، یه لایک حساب بزنین که خیلی حمایت بزرگی از من. یه کامنت هم اگه بذارین که دیگه خیلی عشقین. و اگه با گیم پلی حال کردین یا سوالی داشتین چیزی داشتین تو کامنت ها بهم بگین، سعی میکنم که 100% بهتون جواب بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه. خلاصه بوست بهتون، عشقین، تا آخر گیم پلی ببینین، پر مغز بازیه. من دیگه از بعدش حرف نمیزنم، اشغال و فعلا. از کجا زدیم؟ آقا بلندش کردی بیاین با من باشیم. تا بخور دیگه، حروم زاده کونم باره شد. مرده کونی الان میتونی بگیری؟ کیلیو بندازم تو بابا، هیچ کس رو نمیشه زد باشه. پشت درا کمانی برو فینیش بده، پشت درا، پشت سب. شاتان بده عوض کنم شاتان. همینجا سیف کنید عجله نکنید. دخلش نداری؟ اگه بشه رفت دخلش اگه روی پیدا میشه بریم. بچ داره باش یک جا داره باشه. بیا اینجا. دو نفر نه با خورد من پوشم. دو نفرشون ناکن. من دو نفر سایه کی باشه؟
اینا رو صافت شد. بکو بزن. بگیرید میشونا. ماش نمیشن. The safe zone is collapsing. از بکش نخورید. زون داره میاد بگیریم بش. بگیر بی خار یا رو میداریم بگیر. هد نخوری هد نخوری یا هد نخوری. بکت مانی بکت راستو بزنیم از بریم. با من سیف بیاین. کنی راست با من همینجا نگاه اینجا آخ خیش برو بعدی برای خودمون هم مچ. این کیلت شد جناب بارگوسل جمعه بابا. آره کیک شد. باری شدم. اوه بچه حالا کجا رو سیف کنیم سمارس There ایران might be some good supplies this way. بازم فکر کنم مادر تو گاهیدم مگه میشه اینقدر سریع بگیری؟ یکی اسمش خیلی منو بگیر بچه اسمش خیلی منو بگیر Down to the last 5 teams. Get some rest. تو من کاور من میشه پوشین برتر بزنیم قایده یارو بابا قایده آره میزاده بیا بخور دیگه Chip terminal is almost ready. یکی من میتونم بگیری دستش پس اومدی بالا سری مدیک ها سری مدیک و بریم The safe zone is بریم سری بودو میشه سایت نخوریم میترسم خودش جلو سنایپر. میریم پشت دراپ ها پشت دراپ نه نمیرسیم پشت دراپ بگیر وای دوش خیلی جامون کیریه کجا رو بگیریم اون اسنایه teams left. تو جونم بگیرید آقا بگیریم تموم شد. خب یک اسنایه یک تمام جی جی. دست خوش بچه سیک کوله روم خورد ماشاءالله